امروز میخوام درباره مدیریت عملکرد و کاربرد مدیریت عملکرد در فرآیند جانشین پروری براتون توضیح بدم. اما اول میخوام بحثمو درباره این نقطه شروع کنم که چرا مدیریت عملکرد برای سازمان اهمیت داره. هر سازمان، برای مثال یک سازمان تولیدی رو تصور بکنید. این سازمان یک نقطه سر به سر داره. نقطه سر به سر نقطه‌ای هستش که درآمدهای بنگاه با هزینه‌های اون بنگاه اقتصادی برابر خواهد بود. یعنی ما به سود صفر مواجه هستیم. اگر ما 75% ظرفیت تولید رو برای مثال داشته باشیم، یعنی از ظرفیت ما 100 واحد باشه 75 واحد تولید کنیم، میتونیم به نقطه سر به سر برسیم. یه نقطه به اصطلاح خیالی در اینجا با هم دیگه خواهیم داشت. حالا اگر ما بتونیم بیشتر از این نقطه تولید کنیم، حاشیه سود ما افزایش پیدا خواهد کرد، جایی که درآمد بیشتر از هزینه ها خواهد رفت. اگر 85% ظرفیت تولید داشته باشیم، برای مثال 2% حاشیه سود خواهیم داشت. اگر 95% ظرفیت تولید داشته باشیم، 6% حاشیه سود خواهیم داشت. بین 2% و 6% ظاهراً 4% تفاوت وجود داره، اما در واقع شما 3 برابر عملکرد بهتری خواهید داشت. 3 برابر امکان تصمیم گیری برای سازمان بیشتر خواهد بود نسبت به رقبایی که در بازار خواهد داشت. به همین دلیل مدیریت عملکرد داره به ما کمک میکنه این حاشیه سودها در واقع افزایش پیدا بکنه و ما بتوانیم در واقع دستاوردهای بهتری داشته باشیم. اما مزیت اصلی مدیریت عملکرد برای ما چه خواهد بود؟ مدیریت عملکرد کاربردهای مختلفی داره، مثل تغییر رفتار، مثل تغییر عملکرد. اما مهمترین کاربرد مدیریت عملکرد افزایش قدرت تصمیم گیری و کنش ما به عنوان یک بیزینس خواهد بود. این چگونه در واقع رخ خواهد داد؟ تصور کنید شما یک اپلیکیشن تاکسیاب هستید. سیستم های مدیریت عملکرد در اون سازمان شما در شاخص های مختلف رو رصد می کنند. متوجه میشن مشتریانی که به شما وفادار هستند هر 2 روز یا 3 روز یک بار از شما خرید خواهند کرد و اگر این بازه از 7 روز بگذره اونها دارن تغییر رفتار میدن و به سمت رقبای شما خواهند رفت. در نتیجه شما میتونید به کمک ارزیابی هایی که در مدیریت عملکرد انجام دادین در اینجا کنش و تصمیم انجام بدین و در واقع ابزار حمایتی استفاده کنین و برای مشتری های خودتون برای مثال کد تخفیف ارسال بکنین. این هم از مزیتی که مدیریت عملکرد به عنوان مزیت اصلی برای ما خواهد داشت. اما نکته بعدی که میخوام اینجا در واقع ذکر بکنم اینه که ما درک بکنیم بین ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد چه تفاوتی وجود داره. به طور کلی هر دو سیستم دارن کنترل های مختلفی رو در سازمان انجام میدن که در سطح سازمان، دپارتمان، تیم، فرد، فرآیند خواهد بود. این کنترل ها در واقع بیشتر در ارزیابی عملکرد هست. ما به دنبال ریزالت ها و نتایج کار هستیم. هر چقدر ریزالت ها و نتایج بیشتری رو قرار بدیم ما داریم در واقع ارزیابی انجام میدیم. مدیریت عملکرد با بهبود عملکرد رو هستش، یعنی ما داریم یک چیزایی رو داریم در سازمان بهبود میدیم. بیا یک مثال بزنیم از یک فوتبالیست و یک مربی که در واقع مربی که مدیر یک فوتبالیست خواهد بود. او چه کار خواهد کرد؟ قرار او 5 کیلو وزن کم بکنه. هدفی که بهش داده شده در واقع یک ریزالتی که ازش نشان خواسته شده، یک ارزیابی داره روش انجام میشه. اما اگر همون مربی بیاد به بازیکن خودش بگه که شما باید نیم ساعت روزانه اول صبح بدوی یا باید فلان رژیم غذایی رو داشته باشی، این داره در واقع کمک میکنه که بهبود عملکرد انجام بگیره و داره کمک میکنه به اون 5 کیلو کاهش در واقع برسه. پس مدیریت عملکرد مهمترین تفاوتی که با ارزیابی عملکرد داره بهبود عملکرد خواهد بود. نکته 4 این هستش که فرد در بازی مدیریت عملکرد کجا خواهد بود. بذارید براتون مثالی بزنم که ببینید چگونه افراد میتوانند در واقع در مدیریت عملکرد سازمان تأثیر چشمگیری داشته باشند. سازمان‌های تولیدی عموما یک تیم بازرگانی دارند یا تیم تدارکات دارند که خریدهای داخلی و خارجی رو انجام میدن. این افراد با نوع انتخابشون بر روی هزینه و کیفیت محصول تاثیر خواهند گذاشت، در واقع کمک خواهند کرد که هزینه‌های ثابت سازمان و هزینه‌های متغیر سازمان دچار تغییر چشمگیری بشه.
تصور بکنید خریدهایی که این افراد دارن انجام میدن سبب بشه در یک نقطه معقول اون هزینه نقطه سر به سر برای ظرفیت تولید 75% به 70% برسه. در نتیجه حاشیه سود شما افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، درآمدزایی شما افزایش پیدا خواهد کرد، قدرت تصمیم گیری و کنش سازمان شما افزایش پیدا خواهد کرد. به خاطر عملکرد فردی افراد بسیار بسیار مهمه و ربطی به سیستم حقوق و دستمزد و اینکه ما آخر ما چه پرداخت بکنیم نخواهد داشت. اون تنها یکی از کاربردهای فرعی هستش که ما میخوایم به نحوی تلاش‌های کارکنانمون رو به لحاظ مادی جبران بکنیم. حالا که نقش فرد رو فهمیدیم و فهمیدیم که کیفیت سیستم مدیریت عملکرد چقدر مهمه برای ما، وقتی با این رویکرد به مدیریت عملکرد نگاه بکنیم، یعنی ابزاری نبینیم، اون موقع میتوانیم داده خروجی‌های این سیستم رو خروجی‌های بهتری داشته باشیم که در تصمیم گیری ما برای انتخاب افراد در جانشین پروری تأثیر خواهد داشت. برای اینکه ما در مرحله سوم جانشین پروری، زمانی که سراغ 9 باکس تالنت ریویو بازنگری استعدادها میریم، یکی از ورودی‌های ما نمره عملکرد خواهد بود. حالا من میخوام در این مورد شما فکر بکنید که چطور ممکنه عملکرد خوب یک فرد با نمره عملکرد بالا پیشبینی بتونه بکنه عملکرد فرد رو در رول رهبری و پوزیشن بعدی به عنوان یک عملکرد موفق.